روش همیشگی پاکستان است که ناکامی‌های داخلی خود را با متهم کردن همسایگان توجیه می‌کند. هند با صدای بلند در کنار افغانستان ایستاد. پیام آتشین دهلی نو و اسلام آباد: پاکستان از استقلال افغانستان می‌ترسد، در حالی که هند کاملا به تمامیت ارضی و استقلال افغانستان احترام دارد. خبر فوری: گشتزنی جت‌های ارتش افغانستان در مرز کندهار. مشاهده 2 جت هندی در پنجوایی. ترس پاکستان از قدرت نظامی افغانستان. حاضر شدن دوباره اسلام آباد پشت میز مذاکره. مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان امروز در استانبول از سر گرفته می شود. اختلاف دیدگاه در درون حکومت پاکستان درباره افغانستان. وزرای دفاع و داخلی پاکستان با هم درگیری لفظی کردند. و اتهام بی اساس اسلام آباد علیه کابل. واکنش تند امارت اسلامی و افغانستان. وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت افغانستان مسئول شکست مذاکرات استانبول است. مشروع خبرها: در حالی که فضای سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان به شدت متشنج شده، هند با صدور پیام قاطع از مواضع کابل در برابر اسلام آباد حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند در بیانیه تند گفت پاکستان از استقلال و حاکمیت افغانستان به هراس افتاده و هنوز گمان می‌کند می‌تواند تروریسم را بدون مجازات صادر کند. این ذهنیت خطرناک برای هیچ کشور در منطقه قابل پذیرش نیست. کارشناسان سیاسی میگویند این موضوع تازه هند نه تنها نشانه حمایت آشکار از دولت افغانستان در زمینه حفظ تمامیت ارضی افغانستان است، بلکه پاسخ مستقیم به سیاست‌های مداخلت جویانه پاکستان در خاک همسایه‌اش می باشد. دهلی نو در سالهای اخیر چندین بار بر لزوم ثبات افغانستان و مبارزه با گروه‌های تروریستی تاکید کرده و اکنون با شدت گرفتن درگیری‌های لفظی و تهدیدات نظامی میان کابل و اسلام آباد این پیام را نو هشدار دیپلماتیک تلقی می‌کند. از سوی دیگر برخی منابع امنیتی گزارش دادند که حین تحرکات پاکستان در امتداد مرز دیورند را به دقت زیر نظر دارند و در هماهنگی با کشورهای منطقه برای مهار تنش‌ها تلاش می‌کنند. اما لحن این بیانیه نشان می‌دهد که هند آماده است در صورت گسترش بحران در کنار افغانستان بایستد و از حق این کشور برای دفاع از حاکمیت خود حمایت کند. ما از نزدیک وضعیت افغانستان را زیر نظر داریم و آن را به طور جدی دنبال می‌کنیم. 3 نکته بسیار روشن است. نخستین که پاکستان میزبان گروه‌های تروریستی است و از فعالیت‌های هراس‌افکنانه حمایت مالی می‌کند. دوم اینکه یک روش همیشگی پاکستان است که ناکامی‌های داخلی خود را با متهم کردن همسایگان توجیه می‌کند. و سوم، پاکستان از اینکه طالبان به گونه مستقل در افغانستان حکومت می‌کنند ناراحت است، در حالی که هند کاملا به تمامیت ارضی و استقلال افغانستان احترام می‌گذارد. منابع نظامی در ولایت کندهار تایید کردند که 2 جت جنگی با مشخصات هندی امروز در فضای ولسوالی پنجوایی مشاهده شده. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که این پروازها بخشی از تمرینات مشترک آموزشی و دفاعی بوده و هیچ جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. به گفته مقام‌های محلی این تمرینات با هماهنگی کامل نیروهای هوایی افغانستان انجام می شود و هدف آن تقویت ظرفیت‌های دفاعی و آمادگی برای هر گونه وضعیت احتمالی در مرزهای کشور عنوان شده است. تصاویر و ویدیوها نشر شده از سوی باشندگان محل نشان می‌دهد که جت‌های جنگی در ارتفاع نسبتاً پایین پرواز می‌کنند و مانورهای تاکتیکی انجام می‌دادند. با این حال وزارت دفاع اطمینان داده که این تمرینات صرفاً برای آموزش و هماهنگی میان واحدهای هوایی صورت گرفته. در پایان مقام‌های امنیتی از مردم خواستند که آرامش خود را حفظ کنند. ترس پاکستان از قدرت نظامی افغانستان. حاضر شدن دوباره اسلام آباد پشت میز مذاکره. مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان امروز در استانبول از سر گرفته می شود.
هیئت مذاکره کننده پاکستان که قصد بازگشت به کشورش را داشت در استانبول بار دیگر به روند گفتگوها بازگردانده شد. منابع به طلوع نیوز میگویند که مذاکره کنندگان افغان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه دیدگاه‌های خود را تبادل کردند و قرار است مذاکرات امروز پنجشنبه 8 اکتبر از سر گرفته شود. منابع افزودند که شب گذشته هیئت پاکستانی بدون توافق استانبول را ترک کرده بود. این در حالی است که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد پس از نقض حریم هوایی و زمینی افغانستان و حملات پاکستان بر ولایت پکتیکا آغاز شد. در پی آن وزارت دفاع امارت اسلامی افغانستان حمله‌های تلافی جویانه ای را بر مواضع در از سوی خط فرضی دیورند انجام داد. در همین حال برخی آگاهان بر این باورند که افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان به سود هیچ کدام نیست و آنان خواستار حل چالش‌ها از راه گفتگو شده‌اند. اختلاف دیدگاه درون حکومت پاکستان درباره حل مسائل با افغانستان. وزرای دفاع و داخلی پاکستان با هم درگیر شدند. مقام‌های پاکستانی در مسئله حل چالش‌ها با امارت اسلامی افغانستان دیدگاه‌های یکسان نداشتند. در یک نوار تصویری دیده می شود که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در حاشیه نشست ایکو در کنار معین وزارت داخلی امارت اسلامی افغانستان بر حل چالش‌ها به گونه برادرانه صحبت می کند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت اختلاف‌ها در هر خانه وجود دارد و ما نیز همانند آن مسائل را با گفتگو حل می کنیم. اما از سوی دیگر خواجه آصف وزیر دفاع این کشور با الفاظ تند و تهدیدآمیز ادعا دارد که هیئت امارت اسلامی افغانستان در مذاکره استانبول با صلاحیت نیست و به گفته او کابل به نیروی نیابتی هند تبدیل شده است. صحبت‌هایی که به موضوع تناقض در گفتار مقام‌های پاکستانی را نشان می‌دهد. اما وجود تناقض در گفتار مقام‌های پاکستانی در برابر امارت اسلامی ناشی از چیست؟ کارشناسان سیاسی و نظامی در کابل در این باره میگویند قبل از همه باید دیدگاه مشترک سیاستمداران پاکستان داشته باشند، در حالی که وزیر داخلی این کشور خواستار حل مسائل به گونه مسالمت آمیز است. اما وزیر دفاع پاکستان قبل از آغاز مذاکرات تهدیدهایی در برابر افغانستان داشت که این وضعیت به نفع هر دو کشور نیست. همزمان با این مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در دیدار جداگانه با وزیر داخلی پاکستان در حاشیه نشست ایکو بر همکاری و مساعدت تهران برای رفع اختلافات میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده که حتی با متوقف شدن مذاکرات نباید درگیری ها از سر گرفته شود. استیفن دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید البته ما بسیار امیدواریم که حتی اگر گفتگوها متوقف شده باشند درگیری ها از سر گرفته نشوند. این در حالی است که تنش میان دو کشور پس از نقض حریم هوایی افغانستان و حملات پاکستان بر ولایت پکتیکا آغاز شد که به دنبال آن وزارت دفاع امارت اسلامی افغانستان حملات تلافی جویانه را بر مواضع در آن طرف خط فرضی دیورند انجام داد. این مسئله دیگر راز نیست که تحریک طالبان که هراس افغان هستند از افغانستان حملات خود را طراحی می کنند. ما نه تنها حساسیت این مسئله را با جانب افغانستان شریک کردیم که عملیات بزرگی را هم علیه هراس افغانان به راه انداختیم. همین طور در بلوچستان حملات اخیری که صورت گرفت هراس افغانان این را در ذهن داشته باشند که اگر فکر میکنند با کشتار پاکستانی ها به جای میرسند این غلط فهمی است. اتهام بی اساس اسلام آباد علیه کابل و واکنش امارت اسلامی افغانستان. وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت افغانستان مسئول شکست مذاکرات استانبول است. عطاالله تار وزیر اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای گفت که مقامات افغانستان مسئول شکست مذاکرات 4 روزه استانبول است. افغانستان اما این روایت از مذاکرات استانبول را رد کرده. تار تاکید کرد که اگر از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده شود اسلام آباد حق دفاع از خود را دارد. در مصاحبه با جیو نیوز بیان داشت که طرف افغانستان پس از ارائه آنچه او شواهد غیر قابل انکار خواند از قبول یک دستور کار واحد برای توقف حملات تروریستی و مسئولان آنها امتناع کرده و در نتیجه گفتگوها به بنبست رسیدند. او خودداری نمایندگان افغانستان از امضای متن کتبی توافق را ریاکاری توصیف کرد و پرسید آیا این سندی نیست که آنها میخواهند از تروریست حمایت کنند؟
وزیر اطلاعات پاکستان همچنین اعلام کرد که تجارت مرزی موقتا بسته میماند و تصمیم نهایی در چند روز آینده اتخاذ خواهد شد. او گفت که در زمینه جنگ متعارف و حتی جنگ نیابتی پاکستان برتری کامل بر افغانستان دارد. از سوی دیگر رسانه‌های نزدیک به افغانستان برخلاف اظهارات تار هیئت پاکستانی را مسئول شکست مذاکرات معرفی کرده و مدعی شدند که نمایندگان پاکستانی پیش از امضای احتمالی توافقنامه بهانه تراشی کرده و نشست را ترک کردند. افغانستان همواره این اتهام را که خاک افغانستان برای فعالیت گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار می‌گیرد رد کرده. تار گفت که افغانستان در توافق بر سر دستور کار واحد برای مقابله با حملات تروریستی و مجازات گروه‌های مسئول ناکام ماندند. او همچنین تاکید کرد که امید برای تلاش‌های دیپلماتیک همیشه باقی است، اما در این حال هشدار داد که اگر شواهد استفاده از خاک افغانستان ارائه شود، پاکستان همیشه حق پاسخ برای دفاع از خود را دارد. مذاکرات استانبول پس از امضای موافقتنامه میان وزیران دفاع پاکستان و افغانستان در دوحه برگزار شد. در نشست دوحه دو طرف در مورد آتش‌بس و کاهش درگیری و تنش موافقت کردند، اما جزئیات و موارد فنی گفتگوها را بر نشست استانبول معقول کردند. پاکستان از افغانستان خواسته که جلو حملات و تحریک طالبان پاکستان را بگیرد. اسلام آباد همچنان خواستار ضمانت کتبی در خصوص جلوگیری از حملات شب نظامیان شده است. افغانستان گفته است که حملات شب نظامیان مشکل داخلی پاکستان است و این گروه با میانجیگری میتواند به اسلام آباد برای گفتگو با TTP برای پایان دادن به درگیری در خیبر پختونخوا کمک کند. مقام‌های پاکستانی از جمله وزیر دفاع مذاکرات با طالبان پاکستانی را رد کرده و از افغانستان خواسته است که جلو حملات این شب نظامیان را بگیرد که به گفته اسلام آباد در افغانستان پناهگاه دارند. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر، خدا نگهدار.